وایسا ببینم من کجام؟ اینجا کجاست؟ درود به تو دوست من. خیلی خوش آمدی به تمدن چوب. اینجا جایی که میتونی برای خودت آزاد زندگی کنی. زندگی در اینجا برای ما خیلی آزاد و لذت بخشه، اما فقط یک مشکل داریم و اونم اینه که باید روزانه به تمدن مدن کلی مالیات بدیم تا بتونیم تمدن خودمونو از دست ارتش اونا حفظ کنیم. مطمئن این فقط یک مشکله؟ خب نه، مهم نیست. البته همراه من بیا، خیلی کارهای مهمی با تو دارم. از تمدن خاک دیگه اومدی؟ آره، تو از کجا میدونی؟ از قبل بهم گفته بودن یک نفر از تمدن خاک میاد اینجا، اما اینجا تمدن چوبه و تو آزادی که هر کاری بکنی. خب قبل از هر چیز به صبتام گوش کن. احساس میکنم این آدم چوبیه یه تختش واقعا کمه. خب قبل از هر چیز اینجا شاپ ماست. تو میتونی هر چی که میخوای و از این شاپ که پشت سر منه بخری. آره همین. قبل از هر چی باید وسایل ابتدایی رو بهت بدم. اینا رو ما همیشه به تازه واردان میدیم. خیلی از لطفت ممنونم دوست من. خب مهم نیست، برو و یه خونه برای خودت اینجا بساز. من دیگه باید برم فعلا. باید برای خودم خونه بسازم اینجا؟ خب مهم نیست، یه کاری میکنم. میتونی بیای جنس من رو بخری، خیلی ارزون میدم. بعدم میام، حتما بعدم میام. اوکی، بعد از همینجا شروع کنم. یه خونه نقلی در میارم ازش. A few minutes later. بالاخره اینم از آخرین کار این خونه. این چرا خونه چی شکلیه؟ خیلی خونه زشتیه. نگاه کن، اصلا یارو دیونه است. هی زندگی. مهم نیست، تو خیلی به حرفاشون دقت نکن. خیلی هم قشنگی. بیا برات روشنش هم میکنم. اوکی دیگه، اینم از خونت و حالا میتونی با خیال راحت بری بخوابی. خیلی از لطفت ممنونم که منو دلداری میدی، اما برای چی این کارو میکنی؟ مهم نیست، وظیفه من اینه که تمدن چوبو حفظ کنم. راستی مالیاتتو برای صبح آماده کن و شبت خوش. شب تو هم خوش دوست من. اوکی دیگه وقتشه برم بخوابم. فردا باید بریم کلی کار کنیم توی تمدن جدید. آره. وای، این موقع شب کی داره سر و صدا میکنه؟ خب بذاری سر و گوشیاب بدم. این دیگه کیه؟ اصلا شبیه مردم اینجا نیست. این اصلا چرا داره برگا درخت ها رو میکنه؟ خیلی عجیبه. خب یه سالی ازش بکنم که ضرر نداره. آقا ببخشید، شما کمک نمیخواید؟ ای بابا، این دیگه چی بود؟ لعنت بهش. وای خب مهم نیست، اصلا من هیچ چی ندیدم. میگیرم همینجا با خیال راحت میخوابم. کیه این موقع صبح داره در میزنه؟ وقتشه که مالیاتتو بدی. مگه قوانین رو نمیدونی؟ چقدر باید مالیات بدم؟ 40 تا. اوکی، اینم از مالیاتتون. خب قابل قبوله. روز خوبی داشته باشی. من احساس نمی کنم حالت خوب باشه. طوریت شده؟ نه، فقط دیشب یه موجود رو دیدم. خیلی زشت بود. نگاه کن، اثرات هیروبراین هست. هیروبراین دیگه چیه؟ خیلی چیز مهمی نیست، اصلا بهش دقت نکن و اصلا توهم زدی. مهم نیست. همراه من بیا، باید بریم سر کار. مطمئنی؟ راستی یادت باشه بعد از اینکه درخت‌ها رو قطع کردی سبلینگاشون رو بکاری. مشکلی نیست، من از همینجا شروع میکنم. اوکی دیگه. پس چرا احساس میکنم از این موضوع خیلی میترسه؟ مگه هیروبراین چیه؟ احساس میکنم اون آقای که شاپ داره یه چی ازش میدونه. خب به موقع میرم ازش سوال میکنم بفهمم هیروبراین چیه. Many months later. اوه لعنت بهش، تبرم شکست. خب باید برم یه تبر جدید بخرم، اما قبلش باید این سبلینگا رو بکارم. اوکی، از همینجا شروع میکنیم به کاشتن سبلینگا. خب اینم از آخریش. حالا میتونم برم یه تبر بخرم، اما خیلی دلم میخواد از این سوال کنم بابت هیروبراین. سلام، خوبی؟ تبر دونه چنده؟ 1 استک چوب. خب یه دون تبر میخواستم، اینم از مقدارش. خب بذار ببینم. اوکیه، اینم از تبری که میخواستی. بفرما. خب خیلی از لطفت ممنونم. راستی یک سوال داشتم، میتونی از هیروبراین برام توضیح بدی؟
طبق قوانین اینجا نباید در مورد اون با تو حرف بزنم، ولی خب مهم نیست. تا حالا به این دقت کردی که چرا تمدن چوب اینقدر جمعیتش کمه؟ آره، چون کار هیروبراینه. هیروبراین شبا میاد و مردم اینجا رو میدوزه و به قتل میرسونه. هیروبراین یه موجود وحشتناکه که چشمای سفیدی داره و در شب ظاهر میشه. مردم اینجا معتقدن که حتی یک بار هم نباید در موردش حرف بزنی، چون میاد با سراغت و کارتو تموم میکنه. اما من به اینا باور ندارم و دیگه هیچی نمیدونم. خیلی از لطفت ممنونم دوست من دیگه باید برم به کارم برسم. چرا احساس میکنم دوباره دیدمش؟ اما نه، اون وجود نداره. من باید به کارم برسم. همگی توجه، وقت خوابه، باید استراحت کنیم تا برای صبح آماده بشیم. اوکی، مثل اینکه بالاخره تموم شد. امیدوارم که بتونم فقط اتفاق دیشب رو فراموش کنم. آره، من میتونم. خب امروز برات چطور بود؟ تازه وارد. خب خیلی خوب بود برام، ولی الان واقعا خستم. باید بگیرم بخوابم. برای اطمینانم احتمالاً درمو ببندم. اینجا تمدن آزادیه، هر جور که دوست داری. شبت فعلا خوش. شب تو هم خوش. احساس میکنم فکر میکنه من دیوونم، اما ولش کن، مهم نیست. من وقتشه که بخوابم. نه نه نه، این کارو با ما نکن، خواهش میکنم، نه. وای، این صدای چی بود؟ بذار برم ببینم سری بیرون چطور شده، چه اتفاقی افتاده. نه، اون کشته شده. چرا اینجوری شده؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ نه، او بهترین دوستم بود. کی اونو کشته؟ برای این چی این کارو کرده؟ من میدونم کار کی بوده. این کار هیروبراین بوده. احمقا، الان این بحثا مهم نیست. بهتر همگی فرار کنیم. وای، نه نه نه، اون دوباره برگشته. چرا؟ اون دنبال کیه؟ نکنه دنبال منه؟ اما من کاری نکردم. اوکی، فکر کنم منو گم کرد. آره، منو گم کرد. وای نه، داره میاد. فکر کنم بتونم زیر زمین قایم بش. نه!